سلام دوستای عزیز، امروز آمدیم تا صدای یک مرد فداکار باشیم. ماما جان خوب هستین؟ صحتمند؟ خدا معرفی کنین پدر جان. شکر خوب هستم، تنگل هستم. خدا معرفی کنین، نامتان بگین، چی کار میکنین؟ نامم عبدالله است، خب. ولد سکنده. یعنی هیچ کار غریبی نیست دیگه، ولی از چشم ما موجود شدیم در نمی روی اولی با زور مقصد میگردیم دیگه. هیچ شکر میکشم در می روزم دیگه، چیزی که رضای خدا باشه. در میدان من چیزی نیست که نمی، فقط همین یک آسمان بلند زمین سخت. در زمستان ماما جان چه رقم زندگی کردین؟ زمستان چه رقم سپری کردین؟ زمستان هم نمی رقم بود دیگه. شکر من همین دور پیش فضل خدا بعضی مردم یک تنان دو تنان هم آورده میداد، ولی من خانش آباد، من این سلیمان بچه های کاکو همینا کم کم کمک میکنه که شکر. اگر یگان روز که یگان تا غذا نبیاره خانه نباشه باز چه رقم میکنین؟ غذا نداشته باشه میتونم گوشنم میشینم دیگه، این چاره نیست. یک شب روز دو شب روز گوشنم خوب. چقدر وقت است که چشمایتان نمیبینن؟ یگان نمی سال پنجم است. 5 سال شده نمیبینن. خانه تان چه قسم گرم میکردین در زمستان؟ خانه من نمی مقصد نمی پیکنیک است، دم پیکنیک خدا گرم میکنم. نمی تو دم در نگاه کن پاکی در آمد مانم خودش گرم خدا اوسیده میکنه. شکر است. شما هیچ کسی دیگه ندارین؟ اولاد و فرزند و خانه؟ نه ازدواج نکردین شما؟ هیچ نه زن دارم و نه بچه دارم، هیچی هم ندارم. وقتی غریبی ده همه تو عمر من دمی چی تیر کردم، دمی زحمت برادرها خورد بود. ما فقط شبم کار میکردم روزم کار میکردم من، ولی همینا یک دو تیش ماند دیگه سب کتی خودم سیتا. پدرم رفت و مادرم رفت و همه کسی رفت که یه برادر دیگه من اونا پشت زندگی خود رفت. خداوند مهربان است. چی آرزو دارین در زندگیتان؟ در زندگی من نمی آرزوی است که نمی آرزوی آخری دیگه، ولی من 73 این 73 رفتم، ولی چی آرزو داشته باشم در وقت جانی باز همه آرزو خوب است که نشد دیگه. چطور کنیم؟ باید که من زندار میشدم دیگه، میشدم دمی روزگاری برادرها و پدر و مادر همه تو ککر بود، همه تو آرزو نمانده بود. چی کدام امید شما را زنده نگاه کرده و چی خوش میسازتانه؟ از خداوند من بسیار خوش هستم که برای خداوند همه تو یک وسیله داده. دمی اولی تنهایی من دینمی خوش هستم، شب و روز با خدای خود ناله کردم، میگه خواب هستم دیگه، چی شد. خیر. اینی خانه همین مرد پیری است که همسایش است. بیننده های عزیز، در این خانه که زندگی میکنه تقریبا 2 متر برش است و 3 متر هم شاید درازیش باشه، تقریبا 3 متر دیگه، که این پایانش یک چقار یک است و بالایش کم بلند است. اینی کلکین خانهش است. این یک کمپل 72 سال است بیچاره، نه زن و نه فرزند. اینی هم انواریگه که خانهش است. یعنی خود شما میبینید مثل یک قبر است که داخل از زندگی میکنه در این مدت. خانه امیا را یک بگیرین که داخل خانهشان مثل یک چه رقم شما دولی خودتان بلد هستین دیگه، میتونین گشته. شما مثلا کوچه تختق شد چه رقم میرین؟ این اولی است که این مامای ما زندگی میکنه. خانه کش بود که ما شما رفته دیدیم. ماما جان خانه تا دیدیم بسیار خرد بود، تاریک. چرا قبل اونجا زندگی میکنی؟ من خب خانه تاریک با باید زندگی کردی، چشمو که نمیبینم. چند سال میشه در این خانه خورد هستی؟ ولی برق هم دارم دیدیم.
از نه نایدیم برق دستی است؟ نه برقی منم سولر. سولر هست خواه بسیار خوب بسیار خوب. سلیمانی بیچاره دمو برق خواه خیر ببینم سلام. آه، نه.